یه دنیای شانس و خطر خوش اومدی. اینجا اسپین داونه، جایی که فقط یک چرخش کوچیک میتونه سرنوشت تو تغییر بده. این بازی نفسگیره، هر چرخش روی یک رولت مرگبار انجام میشه. بقا فقط به شانس، سرعت، عمل و تصمیمات هوشمندانه شما بستگی داره. آیا شما جرأت داری وارد این چالش بشی؟ اگر حاضری که وارد چالش ما بشی تو با هم رولت روسی بازی کنیم، این ویدیو رو تا آخر ببین. جالبه این دو تا بازی داره، یه سری اسپین داونه، یه سری همون رولت روسی خودم. اسپین داون ها انگاری مثل یک فوتبال شکله. I'm waiting for you. در باغ دلم ساز گلی سر زد. عجب. بریم. دوسته خوب. اسپین داون چیه داریم اینجا؟ 2 تا پر داریم، 2 تا خالی داریم. 2 تا پر، 2 تا خالی. دستو تو شروع میکنیم. کورس داریم این یک کورس and the next player اوکی. واه علی. The next round is live with great and explanation. آقا ریسک میکنم. حالا اگه شانس ما باشه الان خب نه از شانس بود بازم ریسک میکنم. وای نه. به علی سخن آخر. یه احتمال داره، یه احتمال، نه 2 تا. علی سخن آخر. خدافظ. وان شات. وان شات کی بود؟ یعنی چی؟ چرا تو شاتگان داری من ندارم؟ کی بیلت بزنیم؟ بیا اینجا جوین اینجا. یی یارو انیمه است. بیا این منم پشت. خیلی خوب. چی بهمون داده؟ اطلس کارت ها چیه؟ آقا یه ریسک سگی میکنه میگن خودم بزن. بله یه درو کارت میکشیم. نکست پلیر یه دونه شوت میذاریم به سمت این بات خودت هست. خالیه. نه خالی بود. 3 تا خالی. 1/2 شانسش یا باید بزنیم. 1/2. اوه علی ریسک میکنه و ریسکش جواب میده. ما با ریاضیات در نظر بگیریم 1/2، یعنی اگر یه بار خالی بود الان قطعا بره. نه به من نه. ببین مشتی متاسفم داشت ریاضیاتت خراب بردیم برده. ریاضیاتت اشتباه بود.
متاسفم. به به خداحافظی کرد و الان بازم شانسمون 1/2. 2 تا تیر زدیم، 2 تا خالی رد شده. اینو اسکیپ میدم و علی خدا نگهدار. خالی دیری بود کردیم. ولی بازم خودمونیم. علی خداحافظ. ای، خدایی ببین نوبت. پر باشه خیلی زور که پر نیست. شرط نه پر نیست. ببین شرط نه پر نیست. نه ببین این رسمش نبود. خودکشی کردی چرا؟ میز 15 نفره هم داره. نه 15 نفره اگه واقعا لایکا به زیاده. بالای 50 برسه 15 نفره هم. بیا 4 نفره علی بیا. یه اسپین داون هم بعدش می‌بینی. یه اسپین بال اساسی جالب میشه. ببین اول ربات رو حذف می‌کنی، بعدش خودمون می‌زنیم. چون ربات احتمال داره هر دومون رو بزنیم. یه گربه اینجا سبحانه. توی چت چی میگن؟ چرت و پرت. یه دونه پر 3 تا خالی کنی 100% نباید بزنی. با تبر ریسک میکنه و خالی بود. ریسک درست کرد. وای بدبخت بود که برای همینه میگن اول بر ربات رو خیلی کنیم و گند زد. آفرین. خب یه کارت میکشیم. کارت خوبیه. ریسک میکنه. یه دونه پر بود داره 3 تا خالی. خب الان هر 2 تاش خالیه. لو به 2 تاش خالیه، یه دونش پره. آقا خدای من اینو نزدم. مگه این اصلا ریسک وقت تموم شد. خیلی وقتش کمه. حالا منو تو بزنی به دریا. ببین 1/3 بود علی. اوه 1/6. چرا باید بدبخت باشی؟ میاد دستت 1/6. ریسک همیشه ریسک چه بد. ببین کارت هاتو نها کن. این کارت چیه؟ 1/6 و 1 پرتو شده الان. اصلا فایده‌ای نداره. با کارتو بذار دیگه. منو میخواستی بزنی ای بیشتره. نه بالا نه به خود. نظرت پره یا خالیه؟ من که میزنم. خدافظ. خالی بود. دست در من. گند زدی. وای یارو یه تیر کامل الان دستشه. کارتشو با من عوض کرد. چی بنداز؟ وای نه. انتقام بگیر. انتقام
بابا دهنت چجوری داری میزنی؟ آقا چیپ زد علی شرط میام دیدی کردی تو که گفتی بلد نیستم حالا خب بیا این کردی دیگه بالاخره گرفتیم ما گرفتیم بالاخره علی سال بکردم این که خوبه آقا این بازی قبل خیلی علیه آقا آخرین باری بود که ما اومدیم اسپین بال خیلی خوش بودش اما روز روسی من خیلی یه سب کن فقط آقا علی خب به میگن سوتی حواسم نبود به به یه سوتی دیگه مفتی من امتیازم دیگه